سلام خوش اومدین به ویدیو. تو این ویدیو قراره یکی از باگ‌های جالب بلک بیس وکانگ رو بهتون نشون بدیم که داخل بازی خیلی بهتون کمک میکنه و میتونین راحت با سالو شکست بدین. بریم سراغ ویدیو. Let's go. برای این کار شما نیاز دارین که اول از همه داخل سلف ادوانس، داخل پیلار استنس، این سه تا خونه رو بازشون بکنین. این سه تا رو و حالا نیاز دارین که یکی از خونه های هریتک رو پرش بکنین که این کار میتونین با زدن انمی ها انجام بدین. خب بعد این کار که یکی از خونه های هریتک رو پر کردین، شما اگه اون سه خونه که گفتم و باز کرده باشین، یه دونه که جهت بالا رو بزنین میره وارد این حالت هریتک میشه. حالا چجوری ما این باگ رو استفاده بکنیم؟ 2 بار مربع مثلث تون میزنین. وقتی من تو زمین تون آرد مثلث رو میزنین. حالا شما یه باگ دارین که میتونین به تعداد زیاد از اسپل هاتون استفاده بکنین، هم پشت سر هم و هم حتی اگر ماناتون تموم شده باشه. ممنون که ویدیو رو دیدین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.